آره درسته، ما هم همیشه از تخت‌آووس میپیچیدیم تو لارستان و بعدم پورفلا. دقیقاً هم همون پس و پیش 206 پارک میکردیم. میگم ما چون همیشه با الی این راهو میرفتیم. دم در یه چخچخی میکردیم و کوچه رو که اندازه یه انگشتونه بود میرفتیم تا دم در رو نیم طبقه اول. علی لای در رو باز کرده بود و از همونجا یه سری جمله میرفت بالا و چند تا میومد پایین و هره و کره شروع میشد. توی نیم طبقه گاهی یکی دو نفر دیگه هم اضافه میشدن یا نمیشدن. الان دیگه مهم نیست. راستش ماجرا ساده تر از این شروع میشد. یکی دو دفعه اول دعوتی بود. بعدش دیگه دورامون رو میزدیم و سر آخر، چایی آخر، گپ آخر اونجا بود. کوچه اندازه یه انگشتونه رو میرفتیم تا ته و نیم طبقه اول. گاهی روبیک هم نشسته بود دم در. سلامی میکردیم یا نه. علی اگه با همون بود به گربه سیاه براق میشد که ای وای باز تو حامله ای که. همون بود علی، همون که توی فیلم هم نشسته بود جلوی مغازه روبیک. این برای علی منصوریه ویدیو. علی جون گاهی یه حال چه کار کنیم خاصی داشتیم. کافمون نمی اومد. خونمون نمی اومد. این دست اون دست می کردیم و بعد یکیمون زنگ می زد علی. نور چراغ بالا یعنی برو تخت‌آووس، بعد بپیچ لارستان و پورفلاح و کوچه بندانگشتی. ما شب آخر الی جمع شدیم اونجا. چه قیمه‌ای پخته بود علی. علی دیگه بعدش از اون قیمه ها نخوردیم. خوردیم؟ از اون که تازه باشه و برای ما بپزی. یادم نیست. اما یادمه فقط من بودم که میتونستم پس یا پیش اون 206 پارک کنم. بی چخچخ اول و بی چخچخ آخر. علی شب آخر تو چطوری بود؟ یادم نیست. فکر کنم من اومدم. گفتم این قالیچه رو اگه نمیبری بده به من. گفتی تو خودت بار زیاد داری حالا. به کی دادی؟ بچه یادم اندازه یه سال چش نداشتم تخت‌آووس سر لارستان رو ببینم. چش نداشتم پورفلاح رو ببینم. چش نداشتم کوچه انگشتونه ای رو ببینم. بس که غریب مونده بودم. دروغ چرا؟ چند بار رفتم. شب رفتم. آخر وقتی. به چشم من انگار خاک مرده پاشیده بودن اونجا. اما واقعیت این بود که زندگی سر ساعت خوابیده بود. کارم که به روبیک گیر کرد هر روز اون کوچه رو میرفتم. آره جاتون خالی بود. اما یه بارش من بغض داشت خفم میکرد که لعنتی ها. فقط من باید میموندم. بچه ها من دلم برای هیچ کدوم از این کوچه و نیم کوچه و انگشتونه تنگ نشد. فقط یادم افتاد چقدر دلم تنگ بود اون موقع ها. چی بود؟ کوچه ها بودن. شما نبودید. حالا راستش کوچه ها هستن و ما نیستیم. ارث نبودن میذاریم برای هم دیگه. برای بقیه. ارث جای خالی.